امروز اومدیم ماینکرافت رو تموم کنیم، ولی همونطور که میبینید توی دستای من یه سری آیتمای خاص هستش. در واقع قرار ماینکرافت رو تموم کنیم، اونم با آیتمایی که اینچنتای لول 255 دارن. رسما یه سری اینچنتای غیر قانونی دارن. حالا مثلا شمشیر من شارپنس 255 داره که تقریبا هر موبی رو میتونه وان شات کنه، یا مثلا یه پیکاکس که لول 225 افیشنسیش و خیلی سریع میتونه همه چی رو ماین کنه. پیرکمون مکس، همچنین آرمورای مکس، و با این وسیله‌های خفن قرار دراگون رو بزنیم. قطعا قرار خیلی ساده باشه و زحمت زیادی قرار نیست داشته باشه. 1 ساعت که عدد زیادیه، ولی خب یه ذره قرار خوش بگذرونیم و تستشون کنیم. با این درخت شروع کنیم که بله غیب شدن چوبا. میدونم یه دونه میزنم قشنگ کنده میشن. حالا انقدر راحت اول بازی من چوب جام نکرده بودم. زهر مار، دارم صحبت میکنم، دارم حرف میزنم. این ناکبک استیک خیلی باله. او زهر مار، همونطور که مشاهده میکنید این کره استونو میکنه. حالا سیلک داش ندارم، ولی 3 2 1 یا اول فاز. فقط با کلاش کنم وگرنه میمیرم. یا خدا. وای آقا اینو دیگه کلاش میکنم. واقعا بگم کلاش کردن از این ارتفاع 300 400 بلوکی خیلی سخته، ولی بابا برازم. بعد 2 سیزن هم مولتی لجند کردیم. خیلی ایول ابسیدین بچو. خیلی من کالا فلی میدادم. ببینین ابسیدین یکی از سخت ترین بلاکای ماینکرافت. سرعت کندن رو نگاه کن. یه لحظه پشمام ریخت. من اینا رو سریع بکنم. نکن این کره میکنه. خفه‌شو وقتی دارم حرف میزنم تو استریم. چقدر خوشگله آجی. چه صحنه قشنگی. پشمام زدمش. مگه نه فندک نداریم؟ رواله بچا رواله. آمادهید بریم نداره بچا؟ حتی قرار نیست بمیریم، اصلا خطرناک نیست، چون که این چنتای لباسامون رو نگاه کنید. پروتکشناشون 255 ان. آمبرکینگ اومنینگ هم که دارن گالت. الان دیگه وقت انتقامه. کلم میخوره. سقف فدرفالینگ ندارم بچه‌ها. این یادم باشه فدرفالینگش رو اضافه کنم براتون. برای اندرپل بریم دیگه، با اونا ترید کنیم. خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه تا چیز بشه. آقا اینم از شمشیر. بازم میگم من براتون اصلاح شده میذارم. وای مفری میکنن لعنتی. بله دوستان لوتینگو به خاطر همین گفتم بذار بزنم. یه سر بریم پیگلین بروتو رو اذیت کنیم. نمیدونم یه اندرمن اینجا باشی. من احساس میکنم این یه 100 تا 200 تایی هست. ببین الان یعنی پیگلین بروت دیگه از پیگلین بروت خطرناکتر که نداریم. اینجا ببینم چی میگی. تمام یه چکن رسما. یه چک حسینی شمشیر نیست. اچ اس کلاپ. وای حق گفتی آجی. رسما وان شات میکنه. اچ اس هنوزم اوکی بچه‌ها. اتچمنت میچیدیم. بزنمش دست چپ. بیت این دراپ نکرد. بس یه دونه دیگه بزنم. نزنید نزن. خفه شو سیاپوس. به نازم ویدا رو بکشیم. چرا که نه ویدا هم میکشیم. ماشاءالله نگاه. بیا روبیکامون عضو بشید. کد این چنتای همه این آیتما رو براتون گذاشتم. به ببین کی اینجاست. اینجا ببینم چقدر زرنگه میاد بالا. اشغالامو بریزم. بیا اینجا ببینم. اندرپلمون سفید شد. اندرپل دوباره بزن. چقدر این بایوم باشه آجی. این شیدر رو براتون میذارم. شیدر کامپلمنتری خیلی خوشگله. آقا بسم الله برو بریم. وای ما کردم کرش کرد. آخیش شانس آوردم بچا. دراگون ما اومدیم. این فکر کنم وان شاتش نه. پشیمام نصف جونش رفت. آقا من خدای دلم نمیاد اینجوری دراگون چیز کنیم. دهنش سرویس بچا خیالتون راحت. نه وای فکر نمی‌کردم دمیج بزنه. اوه چون پروژکتایل نیست دیگه این چند تا. یه لحظه قلبم ریخت. بعد یه دونه بلاک حداقل جلوم باشه. میتونیم اینا رو اسنایپ کنیم. زوم کنم چیز میشه. خورد به دراگونا. شیطونه بگه بزنم کارشو تمام کنم، ولی دلم میسوزه میدونی. همتون جمع بشید یه لحظه. هم بیا شما هم بیاید. یه ذره این صحنه عجیبه میدونم. و بذار اینا رو می‌خواستیم تست کنیم. این حرکت رو حالا بعد زوم کنید. ماد زوم هم اگه میخواید بیا. زومیفای بچا. اینه حالا اگه بخواید اینم براتون تو روبیکا میذارم. تو روبیکا حتما عضو بشید میذارم اونا. اینجا. بذار با مایسه بزنم. وای نمیذاره بزنم. فرار نکن. بنازم. اینم از دراگون. کلاش کن. آقا اینم از این. مرسی ویدیو رو تماشا